اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه له مخې تاسو درنو قدرمنو محصلینو ته ښه راغلاست وایم او په خاص ډول سلام پوهنتون قدرمنو محصلینو ته ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې تر دې دمه تاسو ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. لکه څرنګه چې قدرمنو محصلینو تاسو ته معلومه ده چې د لوړ زده کړو د وزارت د پریکړې پر بنسټ یو ځل بیا د خصوصي او دولتي پوهنتونونه په آنلاین شکل او ډول سره مخکې ځي. نو سلام پوهنتون بیا هم پر وخت خپل تصمیم ونیوه او درسونه به انشاءالله تاسو ته په آنلاین ډول باندې پر مخ بیول کیږي. او څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په تیر کې هم د سلام پوهنتون قدرمنې ادارې ډېره ښه تجربه درلودله د آنلاین درسونو په رابطه، او انشاءالله دا ځل به په هغه برخه کې نور ډیولپمنټ او امپروومنټ هم ترسره کیږي. زه صفی الله شینواری یم او زما ماسټر ډیګري چې دغه په مینجمنټ ساینسز سبجیکټس کې ده. نو کولی شئ چې د فعلا چې موږ په کوم مضمون باندې بحث کوو، بزنس لا، د دغه مضمون په رابطه او د مینجمنټ د نورو مضامینو په رابطه لکه سټریټیژیک مینجمنټ، مارکیټینګ مینجمنټ، بزنس کمیونیکیشن او چینج مینجمنټ لپاره تاسو زما چینل وزټ کړئ. نو انشاءالله تاسو کولی شئ چې هلته نور لیکچر هم ترلاسه کړئ. نو راځئ مستقیما ځو د خپل ننني درس په رابطه، او په دې سیشن کې به انشاءالله موږ تاسو په بزنس لا باندې خبرې کوو او انټروډکشن به لرو انشاءالله، او کوم موضوعات چې په ننني لیکچر کې موږ تاسو تشریح کوو نو په هغې باندې به بحث وکړو. Okay, dear students, the topics which are going to be discussed inshallah in today's lecture, they are objectives of business law, that why the students should learn and why should they know about the business law, and also what are the objectives of business law for businesses, for business owners, and also why the governments they are creating business laws. نو موږ په دې موضوع باندې بحث کوو چې د business law objectives څه شي دي. در قدم دوم ما شما انشاءالله روی موضوعی که بحث داریم او definition of businesses. You have already studied business definition in different subjects, but inshallah we are going to have a short review of the definition in today's lecture also. و در قدم سوم definition of law. ما شما law یا قانون چیز او را تعریف میکنیم انشاءالله. types of law، اقسام و انواع قوانین چیز. definition of business law، و بعدا که از تعریف business law یا قوانین تجارت عبارت از چی می باشه سرزو بحث میکنیم. importance of business law چی می باشه، اهمیت بزنس لا با یک محصل و همچنان با یک بزنسمن چی هستن، و در آخر difference between act law and bill که ایسه terms یا terminologies که اکثرا در مضمون بزنس لا در چپترهای متفاوت انشاءالله ما شما شاید را ببینیم دیگه. در لکچر امروز سرزی موضوع هم بحث میکنیم که act law و bill چیز. دیگه در کل انشاءالله در سیشن ما شما سرزی نقاط بحث میکنیم. در جریان لکچر اگر شما در هر جای مشکل پیدا میکنین، سر موضوع نمیفهمین، شما میتونین که او را در آخر سر ایمیل ادرس ما ارسال کنین و یا در گروپ های واتساپ تون شما او را دیسکس کنین. So let's students talk first about the objectives of business law. بیاین که اول سر موضوع بحث کنیم که اهداف یا objectives business law با ما چیستن. So some of the most crucial objectives of business law are listed in this session. So let's talk about them. The first one is defining standards for business. یعنی اولین objective business law که ای باید موجود باشه، business law باید باشه. ای عبارت از این هستند که business law به تمام تجارت ها، به تمام business اگه او small organizations می باشه یا large organizations می باشه و ضرورت داره به standards، به discipline ضرورت داره و این standards و discipline کمک میکنه آنها را تا که businesses خود کس با اساس و پیش ببره. یعنی در هر مملکت به businesses یک standard موجود می باشه، disciplines موجود می باشه که با اساس زنمو standards تجارت ها میتونه که business های خود پیش ببره. بدون زی اگر لا موجود نمی بود، به خاطر بزنسز لا موجود نمی بود یا دیگه اقسام لا موجود نمی بود، دیگه استانداردز و دیسیپلین در یک جامعه موجود نمی بود. دیگه از این خاطر که ما یکی از عمده ترین و مهمترین ابجکتیو بزنس لا
به شکل یک مضمون که میخوانیم او چیستن که بزنس لا که است با بزنسز یک استاندارد، یک دیسپلین، یک مجموعه قوانین و رولز و ریگولیشن که است معرفی میکنه تا که به اساس اونمو قوانین بزنسز میتونه در هر مملکت، در هر کشور و در هر کنج دنیا که است فعالیت های خود پیش ببره. دیگه maintaining orders، قبلا ما گفتیم که استانداردز، ای استانداردز و ای آردرز کدام قوانین که است ایرا که ما مینتین میکنیم به خاطر ازی که هستن یک لای خاص جور شده که اورا ما بزنس لا میگیم، یعنی اونمو برانچ آف لا یا اونمو شاخه قوانینی که بزنس ها رو مدیریت میکنه، مسائل و مشکلات بزنس حل میکنه. دیگه اینمی برانچ لاستن که ما میگیم که اینمی بزنس لاستن که تمام آردرز، تمام استانداردز، تمام مسائل بزنس که است رو مینتین میکنه، سرزو کار میکنه. resolving problems، اکثرا در بین ادارات، در بین organizations مشکلات پیدا میشه. شاید یک اداره که از وایلیشن کنه، یعنی یک اداره میتونه که خلاف دیگه اداره شاید کدام اقدام کنه، یا شاید یک اداره که از کاپی رایتس دیگه اداره را که از او را وایلیت کنه، یعنی قانون شکنی کنه. در قانون ای اجازه نیست که یک اداره لوگوی اداره دیگر را کاپی کنه یا نام اداره دیگر را کاپی کنه، یا مثال کاپی پروداکتس و تولیدات واره که هستن جور کنه. دیگه این تمام مشکلات اگر زمانی که در بین بزنس صورت میگیره، این مشکلات که حل و فصل میکنه بزنس لا ایرا باید حل و فصل کنه. یکی از عمده ترین ابجکتیوش یا می باشه. این میتونه که در بین ایندیویدوالز هم صورت بگیره، یعنی یک نفر در یک اداره کار میکنه، در اونجا کانترکت خود ساین میکنه، اگر او خلاف کانترکت میره اداره میتونه که کلیم کنه سرزو، و اگر اداره خلاف کانترکت امرایش رویه میکنه او میتونه هم فرد یا یک شخص میتونه که امی کانترکت خود گرفته در محکمه سر بزنس که است یک موضوع را درج کنه و امرایشان که هستن برخورد قانونی صورت بگیره. protecting liberties and rights، قبلا ما گفتیم که هر اداره از خود حقوق داره، هر اداره از خود فریدم داره، هر فرد در بزنس که از خود بعضی قوانین داره، از خود بعضی رولز اند رگولیشنز داره. ایرا که از بزنس لا پروتکت میکنه. ما قبلا گفتیم که اگر شما در یک اداره کار میکنین، در اونجا شما کانترکت ساین میکنین، در کانترکت که هستن برای شما مسئولیت ها و مکلفیت های شما که است معلوم میشه، حقوقتان معلوم میشه و دیگه موضوعات مالی هم در اونجا بحث میشه. دیگه این تمام رایتس شما میشه در مقابل که است اداره هم بعضی حقوق بالای شما داره. دیگه این رایتس شما که است در مقابل اداره حفظ میشه و رایت اداره که است در مقابل شما حفظ میشه. Explaining the framework within which businesses can be carried out، بسیار یک موضوع جالب هستن. قبلا ما گفتیم که بزنس لا که هستن استانداردز به خاطر بزنسز دیفاین میکنه که با کدام استاندارد ما میتونیم در یک ساحه، در یک مملکت بزنس خود پیش ببریم. در این نقطه میگه که اصلا بزنس لا که یک فریم ورک است، یک چوکات است، یک چارچوب قانونی هستن که در داخل او زنمو که هستن ما میتونیم که بزنس خود پیش ببریم. یعنی خلاف او چارچوب که است ما پیش رفتن نمیتونیم، خلاف زو اصول و پرینسیپلز که برای ما دولت یک ساحه ست میکنه ما خلاف زو نمیتونیم که بزنس خود اپریت کنیم. انشالله در لکچرهای بعدی ما شما بحث میکنیم که بعض بزنسز در دنیای تو هستن که در یک کنج دنیا یا شاید در یک کشور که است او لیگل باشه، لیکن در دیگه کشور که است او شاید ایلیگل باشه. این فریم ورک که است از یک مملکت به دیگه مملکت متفاوت می باشه. خب این ابجکتیو است که ما باید بخوانیم که فریم ورک های ساحات مختلف باید ما داشته باشیم، قوانین ساحات مختلف ما باید بفهمیم و با اساس اونمو که هستن ما بزنس خود پیش ببریم. To give confidence to people in order to start business or businesses، از یک طرف که است یک از هدف بزنس لا می باشه که دولت ها با بزنسز یا با مردم که هستن یک نوع جرأت میده تا که بیاید در ممالکشان اینوستمنت کنه، در اونجا بزنس که استارت کنه و یک جرأت برشان میده که بزنسز یا که هستن در اونجا سیف می باشه، حفظ می باشه از لحاظ قانونی، از لحاظ legality. Business law also has some social objectives. نو موږ دا ویلی شو چې د بزنس لا نه ځینې ټولنیز اهداف هم اوسیږي، ځکه په کل کې بزنسز چې د ټولنې پر وړاندې هم ځینې مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري. بزنس باید داسې یوه کړنه یا اکټیویټي یا فعالیت ترسره نه کړي چې هغه د ټولنې په خلاف وي، یعنی د بزنس تولیدات یا خدمات هغه باید د ټولنې په خلاف ونه اوسیږي.
په هر ځای کې د ټولنې لپاره هم ځینې قوانین اوسیږي او د بزنسز لپاره هم قوانین اوسیږي. نو دغه قوانین په کل کې دغه فعالیتونه مدیریت کوي، یا د بزنس فعالیتونه مدیریت کوي او یا د انسانانو چې په ټولنه کې ژوند کوي د هغوی فعالیتونه مدیریت کوي. نو یو هدف دام دی چې بزنس لا باید یو شاګرد یا یو بزنسمین مطالعه کوي تر څو پورې په ټولنیزو ارزښتونو باندې وپوهیږي او د ټولنې پر وړاندې چې کوم مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري هغه باید په نظر کې ونیسي. Defending the rights for business against any authority. نو د بزنس لا یو هدف دام دی چې د بزنسز چې کوم رایټس دي هغه د هر یو اتھارټي په وړاندې، یعنی د هر واکدار په وړاندې یا د هر یو قدرت په وړاندې چې دی دغه دفاع کوي. یعنی که چیرته دولت د یوې ادارې پر خلاف کار وکړي او هغه قانوني ونه اوسیږي نو بزنس کولی شي چې خپله دغه موضوع کورټ ته ویسي، محکمې ته ویسي او د دولت یا د یوې ادارې په وړاندې چې دی یو دوسیه درج کړي، یو کیس فایل کړي او هلته د خپل بزنس دفاع وکړي. نو دغه موږ سره هغه ځینې مهم objectives of the business law چې یو محصل او یو بزنسمن باید په دې باندې پوه شي. خو بیا پیش بریم. موضوع بعدی که است عبارت از تعریف businesses. What is business? We can say that all those legal activities which are related with production and distribution of goods and services with primary objective to earn profits. د اکنامکس د لحاظ نه یو تعریف موږ داسې کولی شو یا از باساس اکنامکس ما یک تعریف میکنیم که فعالیت هایی که در او پرودکشن صورت بگیره، یعنی تولیدات در او صورت بگیره، تولیدات باشه، خدمات باشه و او دیستریبیوت شوه با مردم و هدف مهم در اونجا چیستن که earn profit شوه. این تعریف هم درست است، لیکن یک نقطه که در اینجا باید ما اشاره کنیم برشان او موضوع لیگل بودنشان هستن که در تعریف پایین ما شما او را مطالعه میکنیم که بزنس یک نقطه شیام است که باید لیگل باشه. مثال ما میتیم فارمر cultivates the land. اگر شما ببینید دهقین که هستن و بعض سبزیجات و چیزا را که است کش میکنه در مزرعهشان که یک نوع پرودکشن است و بعد از اینکه هستن اینی ویجیتیبلز که است به بازار عرضه میشه که دیستریبیوت میشه و پرایمری هدف از چیستن تو earn profit. یا فیشرمن است، ماهیگیر هستن، ماهی ها را میگیره او را به فروش میرسنه. دکتر است، خدمات عرضه میکنه و در مقابل خدمات خود که هستن پیسه را به دست میاره. یا بانکرز می باشه، انجینیرز می باشه، یا ترانسپورتیتر می باشه که تمام اینجا که است خدمات عرضه میکنه و در مقابل خدمات که هستن پول به دست میاره. بعدن ما میگیم در تعریف دوم که all those legal activities undertaken for the purpose to earn profit. خب all those legal activities یعنی هر فعالیتی که ما انجام میدیم او باید لیگل باشه. فعالیت باید لیگل باشه. خب لیگل بودن فعالیت ما از کجا معلوم میکنیم؟ اینا ما under the state law معلوم میکنیم. یعنی هر فعالیتی که در هر مملکت میکنیم با اساس قانون و مملکت که از باید فعالیت ما که از لیگل باشه. دیگه اینا ما از امو لا یا از قانونی و مملکت معلوم میکنیم که آیا ای فعالیت ما که از در این مملکت که ما میخوایم که آپریشنز خود پیش ببریم در اینجا که لیگل است یا نیستن. For the purpose to earn profit. خب زمانی که یک فعالیت ما انجام میدیم که او باید لیگل باشه و هدف ما در اونجا چی باشه؟ to earn profit که ما پروفیت هم باید به دست بیاریم. خب بعضی خصوصیات هستن در تعریف بزنس، characteristics of business یا features of business هم ما برشان گفته میتونیم. اول هر فعالیتی که ما انجام میدیم در بزنس او باید لیگل باشه. دوم must be economical. economical به این معنی هستن که فعالیتی که انجام میدی و او لیگل است لیکن در عین وقت او باید یک نوع انکم داشته باشه. یعنی اگر انکم نداشته باشه، یک کار چریتی باشه، یک کاری که هستن در شما تنها به خاطر صدقه و اجر و ثواب که است یک کار انجام میدین دیگه اون ما باز اکتیویتی خود لیگل است، خود اکنامیکال نیست، اون ما بزنس گفته نمیتونیم. primary objectives to earn profit و هدفتان از امی عملی که شما انجام میتین به خاطر بزنس او باید چی باشه؟ earn profit. دو شما باید مفاد به دست بیارین و must be continuous. This is the most important که فعالیتی که شما انجام میتین او باید continuous باشه. یعنی suppose شما یک تلفن گرفتین یک مدل، شاید یک هفته دو هفته استفاده کردین،
خوشتان نامد او را پس سر یک نفر مفروشین یا با فایده یا با تاوان. دیگه در اینجا اکتیویتی خود لیگل است، اکنامیکل است. پرایمری ابجکتیو همی هستن که شاید شما خود میخواین که ارن پروفیت کنین، لیکن این فعالیت اگر شما یک مرتبه انجام دادین ایرا ما بزنس گفته نمیتونیم، یعنی ای در سرکل بزنس شامل نمیشه. فعالیتتان باید لیگل باشه، اکنامیکل باشه، دو باید پروفیت ارن شوه. صحیح، هدف مهم نیست که پروفیت شما ضرور باید ارن کنین، لیکن پرایمری هدفتان خود نمی هستن که پروفیت ارن کنین. و فعالیتتان باید که به شکل دوامدار باشه، یعنی یک مرتبه باید او حساب نشوه. دیگه 4 خاصیت که هستن در تعریف بزنس ما شما باید مد نظر بگیریم. حالا میایم سر موضوع لا، که لا یا قانون عبارت از چیز؟ A system or set of rules. قانون ما میتونیم که برشان بگوییم که یک سیستم است، یک نظم است، یک دیسیپلین است، or set of rules و یا مجموعه از قوانین هستند derived by the state to regulate، که اصلا این قوانین که از سرچشمه از کجا میگیره؟ از یک state، در یک ایالت، در یک مملکت. صحیح، و این قوانین ساخته به خاطر چی می باشه؟ تا که مدیریت کنه، تا که regulate کنه، مقررات کنه امو بیهیویر مردم، تمام فعالیت های مردم مدیریت کنه، تمام اپریشنز مردم مدیریت کنه. صحیح که مردم در یک جامعه چی کارا انجام میده، کدام بیهیویرز انجام میده، تمام زیارا که هستن باید مدیریت کنه. یعنی اگر ما مثال عادیشان بتیم، در یک جامعه اگر یک موتر مثال حادثه میکنه روی سرک، در اونجا لا موجود است، ترافیک لا هستن. ترافیک لا به اینمی خاطر ساخته شده که بیهیویری مردم که است مطالعه کنه، مدیریت کنه. خب در اینجا حالا دیده میشه که مثال موتر که تصادم کرده با دیگه موتر باید قانون مد نظر گرفته شود، نظر به قانون ببینه که کی ملامت بود، کی باید جریمه شود، کی باید پنش شود. So this is like a traffic law. یعنی شاید ما چی داشته باشیم؟ criminal law داشته باشیم که criminal law که هستن او تمام موضوعات که related to crime باشه او را کنترل میکنه. به این شکل business law تمام activities که related to business او را کور میکنه. family law موضوعاتی که رابطه با فامیل میگیره او را کور میکنه. خود تمام از قوانین که هستن اینا ما یاد میکنیم به نام لا. و لا که در کل یک سیستم است، مجموعه از قوانین هستن، ریگولیشن می باشه در یک مملکت که وارا جامعه شناخته و او از طرف دولت، از طرف ارگان های یعنی کورتس که می باشه و ارگان های عدلی که می باشه و باید این قوانین و این مجموعه از قوانین که است ایره بالای مردم باید تطبیق کنه. میتونیم که لا رو به یک شکل دیگه هم تعریف کنیم. The law consists of rules recognized and applied by state. لا مجموعه از قوانین هستند که ایره مردم دانسته، فهمیده و applied که تطبیق میشه از طرف state، از طرف مملکت تطبیق میشه به خاطر زی تا که مدیریت کنن افراد، تجارت ها را، ادارات باشه، جامعه باشه. و این قانون و این مجموعه قوانین که است ای که فورس میشه یا تطبیق میشه از طرف قبلا ما گفتم که برتون که ارگان های عدلی می باشه، دولت می باشه که یارا انفورس میکنه، یارا تطبیق میکنه بالای مردم. و با اساس اینمی قوانین که هستن در مملکت مردم میتونه که زندگی خود پیش ببره، کاروبار خود، بزنس خود پیش ببره و تمام فعالیت های مردم که است او باید با اساس یک لا مدیریت شود. Now let's come to the types of law. So there are two types of law which are explained as under. One is public law and the other one is the private law. So first let's explain what is public law. As you see the definition on the screen, it's the law which governs relationship between individuals in government. خب public law که است اصلا رابطه بین دولت و بین افراد انفرادی ایره مطالعه میکنه، ایره مدیریت میکنه. به خاطر که این رابطه بین دولت و این رابطه بین افراد و دولت که است این بسیار مهم است و تاثیرات ازی که هستن مستقیما سر جامعه می باشن که دو ما میتونیم که administrative law example زیرا بتیم یا constitutional law یا criminal law باشه یا municipal law باشه یا international law باشه. تمام انواع و اقسامی که در اینجا ذکر شده در public law یا بالای یک جامعه که است تاثیرگذار می باشه. اگر ما مثالش در criminal law بتیم، در یک ساحه شاید یک نفر از یک خانه دزدی میکنه و زمانی که دزدی میکنه در اینجا لا موجود است. اگر دزد گرفتار میشه، ارست میشه، دزگیر میشه،
با اساس قانون، با اساس شواهد، با اساس ثبوت برشان کس جزا داده میشه. خود در اینجا در بین کریمینال و در بین دولت رابطه را که مدیریت میکنه و این رابطه را که گورن میکنه ای پبلیک لاس. چرا که این رابطه بین دولت و بین ایدز ای سر جامعه تاثیر داره. اگر دولت ای کریمینال یا ای مجرمه جزا نده، خب تاثیرات ازی که هستن بالای جامعه می باشه. دیگه مردم هم تشویق میشه، چرا که در یک مملکت اگر کریمینال لا موجود نباشه در اونجا شاید مردم طرف جرم زیاد تمایل پیدا کنه. دیگه از خاطر که است در هر مملکت کریمینال لا موجود است، ادمنستریتیو لا یا کانستیتوشنال لا موجود هستند که یا امو نقاط و ساحات متفاوت که است او را گورن میکنه، او را کنترل میکنه و مانیج میکنه. So this is one type of law that's called the public law. So let's come to the private law. It's the branch of law which governs the relationship between private citizens and individuals. خب در اینجا که از private law ای مدیریت رابطه افراد یا رابطه را در بین افراد که از مطالعه میکنه. یعنی یک فرد که از با دیگه فرد که از رابطه که از رابطه فردیشان که از ای را مطالعه میکنه که اکثر اوقات که از ای کدام تاثیر مستقیم بالای جامعه ما شما نداره. که در بخش بزنس لا و فامیلی لا میتونیم که مثال های خوب یا زنده باشه. For example شما امرا یک نفر اگریمنت میکنین، اون نفر بالای شما که از خانه را میفروشه، شما خانه را از پیششان که از میگیرین. خب اگر در بین شما کدام جنجال یا کدام مشکل پیدا میشه، قانون او را گورن میکنه، او را مدیریت میکنه، مشکل در بین شما او را حل میکنه. لیکن این مدیریت که در بین دو نفر صورت میگیره ای را پرایوت لا مدیریت میکنه. خب این دو نفر در بینشان که جنجال خسته بالای هر موضوع حقوقی یا قانونی، تاثیرات ازی که هستن بالای جامعه به شکل مستقیم نیست. یا شما امرای یک ارگانیزیشن کانترکت کردین و اداره کس خلاف کانترکت شما امرای شما رویه میکنه، بیهیویر میکنه، شما در کورت موضوع میبرین و در اونجا که هستن در کورت در بینتان فیصله میشه. این رابطه که بین دو فرد یعنی یک اداره و یک فرد این مدیریت میشه از طرف پرایوت لا. در اینجا تاثیر زی مدیریت یا تاثیر زی لا که است بالای جامعه ما به شکل مستقیم نیست که ما قبلا گفتیم که دو بزنس لا و فامیلی لا شامل می باشه. Now let's come to the main topic which is related to our subject, that's business law. As the name suggests, it's the combination of two words. One is business and the other one is law. And we discussed already what is business and what's law. So now let's combinedly discuss this word, business law. It's a branch of law that deals with study of laws governing businesses in general. So it means that business law is the set of rules, regulations, which governs or manage all the activities in all the operations related to business. یعنی بزنس لا عبارت از مجموعه قوانین است یا یک شاخه قوانین هستند که تمام فعالیت ها و عملیات که در رابطه باشه با بزنس او را مطالعه میکنه، او را مدیریت میکنه. It discusses the topic that impacts the operation of the business. و تمام او موضوعات دیسکس میکنه و مدیریت میکنه که بالای بزنسز تاثیر داره، که از لحاظ کانترکت باشه، از لحاظ اگریمنت باشه، از لحاظ کاپی رایتس باشه و etc. Business law also known as commercial law. خب این سننم است ما میتونیم که با business law commercial law هم بگوییم. Is the body of law that applies to the rights, relations and conduct of persons. یعنی حقوق انفرادی و حقوق یک اداره را که است بالای زود تطبیق میشه. ریلیشنز که است را مطالعه میکنه که قبلا ما گفتیم the public law که است این ریلیشن بین دولت و بین فرد می باشه و the private law که است ریلیشن بین افراد و سیتیزن می باشه. in conduct of persons in business engage in commerce و تمامی اداراتی که بزنسز پیش میبرن دیگه تمامی فعالیت های وارا مدیریت میکنه. مرچندایزینگ، ترید اند سیلز که از قبیل مرچندایزینگ باشه، ترید باشه و یا سیلز باشه. Okay, one question which can be created in the mind of the students, that's the importance of business law, that why we study business law and what is the importance of business law for business students and also for businessmen. So let's answer it in this paragraph.
they protect the rights of the company. So the importance of the business law for the businessman is that they should know about their rights first, and also they should know about the ways, about the standards and disciplines of the business, and also about the procedures that how can they protect the rights of their company. نو د یو کمپنۍ لپاره د هغې رایټس چې وي هغه کاپي رایټس دي، هغه پیټنټس دي، هغه انټلیکچوال پراپرټیز دي، لوګو ده. نو دا د یو کمپنۍ هغه حقوقي او قانوني رایټس وي. که چیرې یو بله کمپنۍ د دوی دغه رایټس کاپي کوي، نو په دغه وخت کې د بزنس اونرز لپاره، د کمپنۍ اونرز لپاره چې دی پکار ده چې هغوی باید په دې سټانډرډ، په دې پروسیجرز باندې پوه شي چې دا موضوع په قانوني ډول څنګه مخکې ویسي او ویڅېړي. And of the people who work there و بزنس لا کس اهمیتش به مردم از این قرار است کسایی که در کدام ادارات کار میکنه با وا هم پروتکشن میده در مقابل اداره. قبلا ما گفتم که شما امروز یک اداره کانترکت میکنین، اگر اداره خلاف کانترکت شما پیش میره، امروز شما کانترکت به دست شما میتونین در محکمه، در ارگان های عدلی برین، در اونجا دادخواهی کنین و حق خود از او بطلبین، as well as help to establish a certain standard for how things should be run. و ای به بزنسز که هستن یک فریم ورک می باشه، استانداردز برشان نشان میده که چه قسم میتونه که یک بزنس استابلیش شوه، تاسیس شوه و چه قسم باید کارهای خود که است نظر به قوانین بزنس لای یک دولت و مملکت پیش ببره. It's important that the business have their own field of law to protect them for multitude of reasons. خب قبل از اینکه بزنس لا موجود نبود، این مشکل بود با قوانین مملکت، چرا که وا کلیرلی یا سپیسیفیکلی با بزنس کدام قوانین نداشتن. دیگه مشکلات در بزنس و در بزنس اپریشنز بسیار زیاد بود. حالا که از بزنس یک برانچ اف لا داره یا فیلد اف لا داره، یعنی خصوصا به خاطر بزنسز که از لا کرییت شد که نامی زیره بزنس لامان و با نظر به مشکلاتی که موجود بودن تمام زیاره که هستن، حالا بزنس لا حل فصل میکنه. For starters, these laws dictate and define what's acceptable. خو کسایی که میخواه که در یک ساحه بزنس خود نو آغاز کنه، دیگه و باید را مطالعه کنه که تمام فعالیت های واقع است در یک ساحه باید چی باشه که او به دولت، به جامعه قابل قبول باشه و نظر به قانون در اونجا قابل قبول باشه. In what's not in a place of work. Additionally, they provide a sense of stability that helps business maintain that schedule order. و قبلا ما براتون گفتم که بزنس لا کس بزنسمن و مردم کس موتیویت میکنه، انکارج میکنه تا که یا بزنسز خود کس لیگلی رن کنه در یک ساحه و ورزیا که هستن یک لیگل استابیلیتی داده میشه، یک ثبات داده میشه برشان که در حالت مشکلات اگر با بزنسشان پیش میآید یا رخ به دولت میکنه، پیش دولت میره و در اونجا دولت که از با اساس قوانینی که به تجارت کرییت شده، ایجاد شده، با اساس او قوانین امرایشان پیش میره و مشکلاتشان که است او را حل میکنه. So let's come to the last topic for today, the difference between law, act and bill. ما در کل گفته میتونیم که لا، کلمه لا که است او از اکت کده وایدر می باشه، وسیع‌تر می باشه. این لا مجموعه از قوانین می باشه، از اصول و مقررات می باشه که این کلمه بسیار جنرال است، بسیار وسیع می باشه و لا را یک مملکت، یک جامعه کرییت میکنه، ایجاد میکنه که دو رولز، ریگولیشنز، پروسیجر، سیستم، تولز، تکنیکس، اگریمنتس باشه، از قبیل تمامی چیزا که است دو بحث میشه که عبارت از لا حساب میشه. Anything which holds the power to grant legal obligations, rights, liabilities, it is citizens of the country is termed as law. خب ما خلاص گفته میتونیم که کلمه لا از اکت کده وایدر است، وسیع استن که عبارت از مجموعه قوانین، از مجموعه اصول، مقررات، تکنیک ها و اگریمنتس باشه و تمام ریلیتد لاس، اگر بزنس لا باشه، کریمینال لا باشه، تمامشان که از مربوط لا می باشه در کل که در یک جامعه، در یک مملکت کرییت میشه از طرف دولت و یا از طرف سیتیزنز او مملکت و تمام مردم او را میفهمه. اکت اصلا عبارت از او فرمان است که ای از لا کده، یعنی در فرمیشنش تفاوت است. عبارت از او فرمان است یا عبارت از او قوانینی است که او در یک پارلمان اپروو میشه، یعنی تصویب میشه و بعد از او که او کنورت به اکت میشه.
خب خلاص ما گفتم میتونیم که اکت که است یک selected course of law می باشه یا یک selected یا collected rules می باشه که میتونه که specific باشه، با یک بخش خاص باشه، یک اکت باشه و با یک بخش خاص، یعنی یک قانون که است در یک بخش خاص تصویب میشه. دیگه او را ما میتونیم که اکت بگوییم و بعدا یک اکت که تصویب شده او همچنان عبارت از لا میتونیم که حساب کنیم یا محسوب کنیم. خب بیل که است عبارت از است که آن پیپر، اگر در یک جای مثال یک چیز یا قانون آن پیپر نوشته میشه و توالی که است او از طرف پارلمان یا از طرف لیجیسلیچر قانونساز از طرف واقع هستن مثال تصویب نشده یا ممبر اف پارلیمنت که است وارد تصویب نکردن توالی که است او پاس نشده یا اکسپت نشده یا ریجکت نشده او یک بیل حساب میشه. و یک دفعه که بیل اکسپت شد، اپروو شد، تصویب شد، او حساب میشه از ان اکت و بعد از که اکت از ا لا. قدرمن محصلینو که د نننی لیکچر په اړه تاسو هر ستونزه وي، هر مشکل وي او په کومه برخه باندې تاسو نه یاستئ پوه شوي نو کایندلی پلیز تاسو کولی شئ چې په دغه given address باندې ایمیل اډرس باندې ایمیل هم ولګئ. نو ان شاء الله I will try my best to answer you and solve your problems.